و آنهایی که مثلا میگویند که هر کسی که از شریعت اسلام گپ میزند، هر کسی که از قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ میزند، بعضی از آنها مثلا ریشه های دراز دارند و آنهایی که با واسطه وسایل اخباری عامه نگاه میکنند میگویند که ببینید که یک لباس بی‌زیب دارند، ببینید که یک اشخاص قدیمی هستند و چگونه ما با آنها باور کنیم. نظر شما چی است و شما چی میگویید به این گونه انسان هایی که فکرشان درباره مردمی که دین اسلام را راه اندازی میکنند این گونه فکرها میکنند؟ یعنی اگر با نظری با چشم درست اگر نگاه کنند، بهتر این که به دین مقدس اسلام نظر کنند. دین مقدس اسلام دین حضارت است، دینی که جانبدار مدنیت هست و هیچگاه شریعت مثلا افلاسی یا حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم من کان عنده شعر فلیکرمه، کسی که اگر موی داشته باشد یعنی ریش داشته اکرام کند، گفتم ریش خود را احترام کند یعنی شانه کند. این چیزها شریعت اهمیت داده است. لیکن یکی اگر یگان مسلمان اهمیت نداده باشد، یکی لباس بیزی پوشیده باشد، حالا حضرت عمر رضی الله عنه اگر به خاطر نمیاد درویش دیدن لباس های کهنه بدر، میانها خم، در دست عصا خودش یه درویش گرفته است. بعد تو کی هستی؟ مسلمان هستی؟ گفت آره. گفتم 5 دره زنید که آبروی اسلام ریزانید است. دین مقدس اسلام یک مرد سوال داد که یا رسول الله انسان میخواهد که لباسش زیبا باشد، مویش زیبا باشد، پای افضالش زیبا باشد. امر صلی الله علیه و سلم که ان الله جمیل یحب الجمال، الله تعالی زیبا هست، زیبایی را دوست می‌دارد و این به کبر و کلانیگری نمی‌دراید. یعنی دین مقدس اسلام تازگی، آزادگی، زیبایی، مدنیت را میپذیرد.